الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه وخليله الهادي إلى دين قويم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. امام رسول و پیشوای سبیل، امام رسول و پیشوای سبیل، امین خدا محبت جبرائیل، کلیمی که چرخی فلک توری اوست، همه نورها پرتوی نوری اوست. یتیمی که ناکرده قرآن دروست، کتابخانه چند ملت بشوست. چی وصفت کند سعدی ناتمام؟ علیک السلام یا نبی السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا باز که میبینیم دوام محفل ما چی میشه. این روزها و این ساعتها هم برادرها بسیار غنیمت داریم. بسیار در این لحظه هم در همین که محفل اشتراک کردن هم برای شما افتخاره، برای شما بسیار خیر زیاد داره. هیچ وقت در همین که لحظه ها وقتی آمدین دلتنگ نشید، هیچ وقت ناراحت نشید، زیرا که همون ناراحتی که در شما پیدا می شود او وسواس است. هیچ وقت شیطان نمیخواهد که شما در محفلی که اینجا پند و نصیحت باشد شما بلذت بشین و براحت بشین گوش کنین و ایمانهای شما آب بخورد. ایره نمیخواهد شما را وسواس میکنه. همون ناراحتی من، بی‌طاقتی من همش همینه برادر عزیز. اگر این محفل ها زیاد میشید من سخن نمیگم تو ممکن برای شما، ولی میبینی که نادیره، میبینی که بسیار کمچینه برادر عزیز. برای همین در این خیلی محفل ها بسیار خودتان راحت احساس کنید و الله را سپاسگزاری کنید و دعا کنید که خداوند نشسته های همین پند نصیحتی ما و بیشتر برای ما بگرداند و خدا مثل بهرامجو و والدادرهای ما را که اینقدر احسان ها و خیر ها میکنند که صف جوان مردان هم الله مهربان در این جمهوری ما با زیاد بگرداند. شاید بگو که تن چشمان رو بنیاد که مرغی رو زیافت میکنه. همین یک کس از که هم مرغ را زیافت میکنه بگو مردکه. آدمی هست که با ملک مالشان همون مرغ هم برکت نمیده. هم را شتکت میزنه یک دوان همینشان. برای همین خدا برکت چون که این قدر احسان ها میکنه. حدیثی را که من میخواهم به شما بگویم جناب امام بخاری میارم و راویش عبدالله ابن هشام است. برادر عزیز چی میگه؟ میگه کنا مع نبی صلی الله علیه و سلم. ما میگه همراه پیامبر بودیم، بسیاری بودیم. کنا بسیاری بودیم با همراه حضرت. لیکن پیامبر چی میگه؟ و هو آخذ بید عمر ابن خطاب. در بین همون جمعیت کرام دست بسیار مبارک حضرت در دست حضرت عمر بود. یعنی عمر با او دستی به دست بود. عبدالله ابن هشام میگه ما نگاه میکردیم. زیرا برادرها عایشه مادرمون یک گفی زیبا داره. میگه اگر شما خواهید که معرکتان گرم شود، خواهید که در با وجد بیایید، اول صحبت از عمر سر کنید. اگر شما صحبت از عمر سر کنید محفل شما بسیار گرم میشه.
زیرا حیات عمر برادرای عزیز بسیار حیات با سعادت است. بسیار زحمت های عمر برادران عزیز، ما همه اصحاب پیامبر در راه خدا خدمت کردند، ولی به هر حال هر کدامش با خودش یک استثنایی دارد. ولی حضرت عمر زحمت هاش در دوره خلافتش بگیم بینیقدر زیاد بود. همین بود که برادرای عزیز و گرامی که شما دیدین که وقتی که پیامبرمون گفت، حضرت جابر روایت میکنه، حدیث متفق علیه است، هم بخاری و هم مسلم میاره، میگه وقتی من دخلت الجنه، وقتی من داخل جنت شدم، پیامبر میگه اولین نفری را دیدم این امیسا بود، زن ابو طلحه، این همون مادری انس ابن مالک بود. این را با بگیم کنیت سلیم که خیلی قصه هاشا دامله ها مثال در گوش شما گفتگی هم که فرزندی را که مقصد وقتی از دنیا گذشت، ابو امیر از دنیا گذشت و او را مقصد کفن کرد و پیچاند، ابو طلحه را آزار نداد، نگفت که مثال فرزندمان گذشته. تصور کنید که چهل زن با ایمان شد برادرای عزیز، زن با غیرت شوید، زن دلسوز شوید که شوهر چند تا دوست می‌داره، چند تا احترام میکنه، در یک خانه برای فرزنده که بمونی و بیاید قطعی مرده که چای نان آب بخوری و در تک یک کلپه بگیرید قطعیش با خانه‌داری کنید. این هیچ یک خیلی و خیلی الحمدلله خیلی زنها بودن که خیلی جوان مردها مقصد برادرای عزیز به دنیا آمدن. اما ابو سعید ابوالخیر چی میگه؟ یه چرخ بس لیل و نهار آوردی، گاه فصل خزان و گاه بهار آوردی، مردان جهان را همه بردی به زمین، نامردان رو بروی کار آوردی. همه اونها مردهایی بودن برادرای است که الحال همه زیر خاک. میگه من همون را دیدم. بعد از اون میگه پیامبر حکایه داره در روی زمین، وقتی گشت ای سیری بگیم معراج کردگیش، بعد از اون گفت شرفه های پای بلال شنیدم. در همین حدیث جابره شرفه های پای بلال شنیدم. میگه گفتم که این کی هست؟ گفتم بلاله. بعد از اون میگه رأی قصر نگاه کرده، میگه یک قصری داره. گفتم لیمن هزا یک قصر، اکو قصرم برادرای عزیز قصر بوده. او را در شرحش بخونید. میگه وقتی او را دیدم گفتم لیمن هزا یک کیه؟ گفتن لی عمر ابن خطاب. این مال عمر گفتن، این از عمر ابن خطاب. پیامبر ما نقل کیسته، در گیری همه اصحاب نقل کیسته، همون سیر کردگیش نقل کیسته. میگه فبک عمر گریه کرد و حضرت گفت که فعرت ان ادخله، گفتم یک بدرم، یک دیل کردم که یک بدرم درونشان ببینم، زیرا بیرونش بینیاد زیبا بود. بعد از اون میگه فذکرت و غیرتک، عمر گو غیرتت به یادم آمد و داخل قصر نشید. این برادر عزیز، غیرتت به یادت آمد، من داخل قصرت نشیدم. میگه فبک عمر گریه کرد. بعد از اون گفت به ابی و امی یا رسول الله علیک اغار، ای حضرت پدرم خاک، ای پدر و مادرم همه خاک پایتشه، آخه من از تو به غیرتم. این همون عمر برادر عزیز و گرامی که دست جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در دست شد. این همون عمر هست برادران عزیز و گرامی که پیامبر گرامی گفت که لو کان بعد نبیون لکان عمر ابن الخطاب، اگر پیامبری به من خاتمه نمیافت هر آینه عمر پیغمبر بشید. این همون پیغمبری هست که وقتی در نماز برادرای عزیز و گرامی در شکمش وقتی به کار زد ابو لولو، بعد از اون شما ببینید ایمان رو ببینید، اسلام رو ببینید. اصلا همون حسن بصری یک گفی زیبا داره که میگه اگر به شرطی که حسن بصری ولی تابعین نکرد، اگر ما همون صحابای دوره پیغمبر رو به چشم بینیم، میگیم اینها دیوانه.
با او چشمای سرخ، با اون مویهای ژولیده. لیکن اگر اونها ما را بینن میگن شما مسلمان نیستید، شما مسلمان نیستید. او همون مسلمان ها بودن برادر عزیز و گرامی. لو کان بعد نبی لکن عمر ابن الخطاب، اگر به شکل پیامبری بر من خاتمه نمی‌یافت هر آینه عمر پیغمبر میشد. برادر عزیز، این همون عمری هست که وقتی زدنش به کار که زدنش گشت در حالتی که رودا همه بیرون تصور کنیم در نماز میگردم. میگه ابی ابن کعب هست، حافظی همون زمان. ابی ابن کعب هست، گفتن هست. بیا گفت نماز بخون که کدام بدبختی مرا گزی بود. اکب تصور کنیم را پرداشته بردن. حضرت چند روز مقصد حالش ناتاب بود. اکب محبت بیننده برای چی پیامبر دستی عمر را میدارد؟ برای چی از عمر خسر میبینند؟ برای چی قدر وصف عمر میکنند؟ وقتی میگه حضرت احساس کرد که من عمرم تمام شده، لحظات آخر مونده، بچه‌ش پیدا کرد عبدالله را. او بچه‌م عبدالله اینجا بیو، مادرمان عایشه را برا بپرس. آخه در حیات ما با حضرت یک جا بود. حتی خودش گفته بود که در یک طرفش ابوبکر بود، در یک طرف عمر بود. میگم تا کپی دستای هر چه بود. هر کذا نوب از یوم قیامت، روز قیامت ما همین خیلی یک جا میخیزیم. ما همین چیزها را از حضرت شنیده بودم که مادر ما پرس که اگر اجازت میده که پهلوکش مرا جا کنه. برادر عزیز، میگه وقتی عبدالله میگه آمد برای اجازت، زیرا که پیامبر در خانه عایشه گروندگی بود، پدرش هم در اون خانه بود. وقتی آمد عایشه را پرسید، عایشه گفت که اصلا ای را برای خود مانده بودم، لیکن از بس که عمر که پرسیده باشد، مقصد عمر حضرت در حیات دوست می داشت، من برای اون نمیگم. برادرها حساب کنیم تا تریزه که خانه برادری ما دارد. همونجا اگر میگه حضرت وقتی که عبدالله از دور آمده است، اگر محبت بینده که چی جواب گرفت؟ همینجا میگه با زانو زدگی میگه هم تا رودا کشال. همینجا عبدالله چی شید؟ گفت اجازت دار. حضرت سجده کردید. الحمدلله رب العالمین که مقصد حضرت مادرمان اجازت داد من پهلوی پیامبر میرم. مثلا جسد ما در پهلوی پیامبر میرم. برادرای عزیز و گرامی، این حقیقتا محبت بود. یا حقیقتا استاد شکلی که در باب محبت برای ما صحبت کردن، حقیقتا این محبت بود. این سجده کردن که گفتن الحمدلله رب العالمین، آرزویی که در درون داشتم همون حاصل شد، با مقصدم رسیدم که مقصد من در پهلوی پیامبر نازنین خواب میشم. میگه وقتی در دستش بود، عبدالله بن هشام میگه و هو آخذ بیدی، میگه دستش در دستی وقتی عمر بود. میگه حضرت عمر میگه وقتی که دستش در دست حضرت بود گشت گفت انت احب الی من کل شیء الا نفسی. میگه گشت گفت پیامبر، انا تو به سوی من محبوب تری. چیزی دارم، خواه خانه دارم، خواه مال دارم، خواه زن دارم، چیزی دارم، تو محبوب به سوی من از اونها داری مگر از جانم ده، مگر از جانم ده. پیامبر گشت گفت لا، گفت لا والله، گفت والذی نفسی، گفت حتی اکون احب الیک من نفسی. گفت عمر نشید گفت اگر ای جانت هم گفت مرا دوست نداری، گفت این محبت نشید. گفت پیامبر در حال گشت گفت والله، گفت انت احب الی من کل شیء حتی من نفسی. گفت قسم با بزرگی خدا پیامبر، شاید گفت یگان خطای لفظی شید، شاید از دهن ما 40 کلمه برآمد، با والله قسم گفت ای جانم دم تو برای من محبوب، از جانم دم. بله برادران عزیز و گرامی، اصحاب پیامبر بسیار پیامبر را دوست می‌داشتند. به نهایت برای چی من چند جا گفتم که کسی خواهد که محبت پیامبر در قلبش پیدا شود،
باید که محبت صحابه را بخوانم. تا محبت صحابه را ما نخوانیم ما محبت هم نمیدانیم محبت چیه. ما به قدر محبت رسیدن نمیتونیم برادران. تا اگر محبت از طرف اصحاب چرا اینقدر حضرت دوست می‌داشتند؟ وای اصلا ارزنده دوستداری هم بود آخی. وای ارزشی دوستداری هم داشت. بازم این محبت های اونها برادران از محبت امروزه خیلی و خیلی فرق بی‌نهایت زیادی داره. از این لحاظ این ماه یک خوشیش در چیه که ما از ما حیات اونها را حکایه میکنیم و در دل ما باز یک وقتی همین مهر همین محبت حضرت در دلهای ما و شما باقی میماند. ولی حضرت ابوبکر صدیق حیاتش میارن میگه وقتی که در پیش خانه کعبه بی‌نهایت لطف کوبش کرد وقتی دعوت کرد همین از همه بدبختی سخت همین عتبه بود ابن ربیعه میگه بچنان با پاش میزد که دیگر میگه بینی حضرت نمید بینیش راست شدگی بود. تصور کنید که با چهرهش میگه راست بود. همین عتبه را ولی در قصهش خواندم همین بدبخته میگه وقتی که پیامبر که بر آمد و خیلی خداهای او را توهین کرد و اونها را مقصد عبادت چون ناخوب خواند و خلاص تشویش شد وقتی در مکه. بعد تمامی همه قریشی ها و هم مکگی ها جمع شدن. همه جمع شد. فالبین هم جمع شد میگه ساحر هم جمع شد شاعر هم جمع شد همه جمع شد. او احوال دیدستیم که روز به روز احوال در مکه بد شده. کی میتونه قطعی همین محمد را یک پیروی کنه؟ کی میتونه که مرحمت از بین ممکیه؟ که زورترین مثال همین سخنران ممکیه؟ گفتن آخی بجوز همین عتبه ابن ربیعه اما هیچ که دیگه بساوت نداری. عتبه گفت مینش من میرم هیچ چیزی ندارد که من خودم خشکف بزنم. برادران پیش پیامبر آمد عتبه ها شیشت. بعد گفت که پرسیدش گفت تو بالاتری یا عبدالله پدرت؟ پیامبر خب کرد. گفت تو را میپرسم تو بالاتری یا عبدالله پدرت؟ حضرت خب کرد. گفتن تو بهتری یا عبدالمطلب بابا پدرت؟ باز خب کردن. گفتن همین خداهایی را که تو میگوی توهینشان میکنی و میگوی عبادت نکنین همون پدر و بابات همی را عبادت میکردن. فهمیدی گفت محمد گفت من بعضی پیشنهادات دارم شدن. گفت برادرها این روزهای بسیار سخت از زندگی بی نهایت بسیار مشکلات های سخت حضرت پشت سر کردگی و هر یک بدبختای سخت سر به سر شدگی که به خدا قسم در حیاتش میخوانی حیرت میمونی. میگه گفت که عتبه گفتش که اگر مقصدت پولدار شدن باشد ما همین امکانیت داریم. ما مشورت کردگی همین قدر میتیمد که رقم یک میشه در مکه. مثل تو مالدار هیچ کس میشه. یکم پیشنهاد مونه بود. دویم اگر مقصدت پادشاه شدن باشد سردار شدن باشد من نماینده ایم. گپی من نگذره. از همین روز اعتبارا تو ما پادشاه میمونیم. اگر به شرطی که مقصدت یگان زنه که خوب و دیراب کردن باشد همه زنهای مکه بود در اختیار کدام میشه که میخواهی گفت برای تو عطا میکنی. گفت چی میگویم پیشنهاد اومدن؟ پیامبر گفت تمام کردی سوال. گفت تمام کردم. گفت تکه گوش کن. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفت سوره فصلت آغاز کرد. آمین تنزیل من الرحمن الرحیم تا 9 تا آیت خوان تا جای آیت سجده را آمد. تا آیت سجده را آمد در حال میگه غلطی سجده کرد. بعد از آن میگه این عتبه میگه همین خیلی متاثر شد آیت قرآن که دستش میگه طرف دهن پیامبر دام کرد
گفت خواهش دیگر نخوان، نخوان دیگر، نخوان. عتبه دیگرگون شید. همین آیات قرآن ولی در همین یوتیوب دیدیم دولت های همین کفر دا میبرن در گوششون گوشت میگولی گوشت بکنن زور زور میگیرن و قرآن هم خیلی بسیار تأثیری کلان داره. بعد از آن میگه وقتی که عتبه را شنید رفت میگه خیست اینجا شد راست خانه شد. ابو جهل میگه دیر کدی عتبه جوشید نخود که همین هم محمد مقصد که از خوراک خودش داده باشد نخواه میرم مسلمان کرده باشد. میگه آمدن خانه عتبه گفتن عتبه چی شید؟ این صحبت هم نیومدی جواب شد نگفتی؟ گفت من یک گپ را میگم، من علم فالبینی را دارم، این فالبین نیست. من یک گپ را میگم، همین آدم به حال خودش بگذارید، تماما همین آدم در مقابله نشانت اگر شما بر بالاش پیروز شید نابود کنید خیلی بله آسوده میشین، لیکن اگر نشیدین این پیروز آمد این سبب عزت شما ہے، آبروی شما ہے. بعد گفت ابو جهل گفت عتبه گفت بدبخت گفت را به سخنش سیر کرده گفت من فکری خود گفتم من از پول کمی ندارم، من بایترین شمایم، من فکر گفتم برای گفت شما خودم کار بینید که من دیگه تمام. این همون عتبه برادر است که در وقتی گفتو شنید شکست خوردگی بود. همین ابوبکر صدیق برادران یک امیر گم میزن پس دیگر صحبت ختم میکنم. وقتی میگه ابوبکر زدن بعد از اون برادران ابوبکر در حالتی تماما بگیم یک حالتی بیهوشی آوردن تا بگاه ابوبکر صدیق به خود نیامد. بعد از اون وقتی که چشماش شکی شد در نزدش خواهر حضرت عمر را دید، ام جمیله را دید. ام جمیله هم ایمان آوردگی بود و مادر شدید، مادر شد ایمان نیاورده بود. هر دکش دیدم که یک چشم شکی شد برادران تصور که همه درد همه مشکلات چشم آوی میکنه. ام جمیله را شناختی ایمان آوردگی میدونست ولی مادرشون بعد خیلی گشت ام جمیله را گفت که انا جمیله گفت حال پیغمبر چی داره؟ برادر بینیده ولی در خانه ارقم بودن پیغمبر بودن گفت حال پیغمبر چی داره؟ گفت حضرت گفت انا ترسید از مادر ابوبکر ترسید که ایمان داشتن مرا آگاه نشود. گفت گپ زن گفت ام جمیله گپ زن گفت حالش بسیار خوبه گفت الحمدلله گویا اون آسیبش رسیدگی نیست همه نغزه. بعد از اون مادرش گفت بگیره گفت بنوش شیر داده کرد گفت دور که گفت شیره تا اگر پیامبرم نبینم هیچ نمیگوشم هیچی هم نمیخورم. برادرها در کتف مادرش و ام جمیله برداشته آورده در خانه ارقم. وقتی که پیامبر که دید برادر عزیز گویا چندین سال یکدیگر را ندیدن، میگه یکدیگر را در آغوش گرفتن گریه کردن. بعد از آن گفتم پیامبر نازنین گفتی قاری دنبال ما که صحبت کردن هیچ مصیبتی برای ما مصیبت از تو در گرانتر نیست. بگذار اگر همه عضو ما را اگر که بشکنن شما سالم باشین. حضرت گفتن یک خواهش دارم، خواهش ممه در حق مادرم دعا که ایمان بیارد. میگه در حال پیامبر منتظر برداشت دعا کرد، دعای پیغمبران پیری در نشان. در حال میگه مادر ابوبکر صدیق ایمان آوردن. اینها برادرای عزیز و گرامی از نوع محبتی ویم اصحاب پیامبر و پیامبر نازنین ما است. ای کاش دعای ما هم همین است که اگر ما مثل ابوبکر عمر که اگر نتونیم حد اکثر یک چند فایزه که اندک شم که باشد الله را دعا کن در کار که در قلبهای ما همون محبت ها باشد و الله مهربان همیشه از شفاعت شما را برخوردار کنه و از الله مهربان همیشه دعا کنیم که در روز قیامت ما را بشناسد و ما را همچون اعتراف کنه که همینا امتهای من هستند و الله مهربان دعا کنیم که خدای مهربان باز هم اخلاص ها مونه یقین ها مونه محبت ها مونه با وسوی دین خدا زیاد بگردانه احسان ها و خیر ها را خدای مهربان قبول کنه و این بیماری که خیلی و خیلی روی مردم در تشویش ماندگی است حقیقتا بیماری خیلی وزنینه هست
خدای مهربان از روی جمعی امت اسلام این بیماری را الله مهربان دور می‌گرداند. و در این ملک‌های ما و شما هم تینگی را و آرامی را و سیری را و پری را و ارزانی را و خدای مهربان همیشه حکم فرمان گرداند. اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین.